لطفاً حین مصرف کنسروهای تن ماهی برای اینکه واسه جون خودتون و عزیزانتون مشکل پیش نیاد، زمان جوشوندن این کنسرو داخل آب رو حتما دقت بکنید. یکی از اشتباهاتی که حالا توی یه سری از خانواده‌ها ما می‌بینیم هستش که فکر میکنن اون 20 دقیقه که باید قبل از استفاده شدن توی آب بمونه از لحظه‌ای هستش که حالا توی آب معمولی گذاشته شده و 20 دقیقه باید بردارن. عزیزان این سم بسیار خطرناکه، به راحتی میتونه بره تو محل اتصال عصب به عضله بشینه و جلوی ترشح سری موادی که حالت عادی هست رو بگیره و باعث فلج چهار اندام بشه و حتی تو مورد پیشرفت فلج عضلات تنفسی رو بده که نهایتا میتونه حتی منجر به مرگ بشه. اینقدر این سم خطرناکه. پس یادتون باشه که حتما 20 دقیقه توی آب جوش باید مونده باشه که هر اتفاق هم احیانا توی کارخونه افتاده باشه، توی فرآیند بسته بندی و نگهداری این کنسروا، دیگه این 20 دقیقه موندن تو آب جوش خیال ما رو راحت میکنه که دیگه این سم کاملا متلاشی شده.